امروز با یه ویدیوی خفن، واقعا چه ویدیویی. تا حالا به این فکر کردی که اگه صدات با AI ساخته شه روی آهنگ دیگه چطوری میشه؟ من ندارم، بریم ببینیم. بریم با اولی آهنگ ببینیم که حقیقتا حاجی خیلی صدا، من یه تیکش گوشتم، خیلی صدام تخمیه، خیلی صدام تخمیه و اصلا خندم میگیره. امیدوارم که نخندید. تو کامنت ها الان همه اینجوری نه. بریم یک دو. از چرا قشنگ زدن به ریشه، چرا حال من خوش نیاز قشنگ ترم که میشه، جونو ما کندیم اون کس قشنگ برنده میشه، اصلا هر کاری کنی دیگه این بدن نمیشه. حقیقتا بخوام اینو بدون بگم، یه AI بود، پولی بود. خب پول نداشتیم حقیقتا، دلاری بود. ما مجبور شدیم به یه AI خیلی پوکیده و صدامو بد انداخته روش، یعنی یکم جلوتر عقب‌تر اینجوری انداخته و کلا من صدا خوانندگی بچگی که کلا نداشتم. شما اصلا فکرشو نکن. واقعا اگه بخوام نمره به این بدم نسبت به اونا، چون اونا شاید یه تیکش رو گوش کرده باشم، یکی دو تاشو کنم 8 تاست، واقعا به این 6 میدم. 6 نه 7 میدم. 7 از 10. بریم بعدی. بریم. آخه تو که تنها نمیشی، تو دلت پرسه، تو اگه میخوای پر میشه دوره بشمارسه، ولی حالا برعکس تو من کیو دارم، کی حالمو میپرسه. حقیقتا خیلی بیحال من میخونم و محسن لرستانی اگه اینو ببینه دهن یه ملت رو سرویس میکنه تا منو پیدا کنه. خب اگه بخوام به این نمره بدم، واقعا اگه بخوام به این نمره بدم، نمره 2 میدم. واقعا نه 2 نه 3 ته 3 دیگه، زور بزنه 3. به ما زنگ بزن چیزی داشت نیاز، مرد هزار چهره نداره ماسیاس، رپا مدینه فاضله یه قاچاق چیاس، درآمدش مثل قاچاق سیاس، شینتم پیاده میرفت یکی دزدید رفت، واسه هر دعوا نزن به پلیس زنگ. هیپاپولوژیست یعنی ببین، تو خوابم هم همچین حرکتی رو نمیدیدم. تو خوابم همچین حرکتی رو واقعا نمیدیدم. هیپاپولوژیست اسمش چیه؟ بلاد پارتی. واقعا بخوام به این نمره بدم خوب بود، بد نبود. 4.5 میدم. 4.5. بریم بعدی. خنده داره نه دلم تنگه، حتی واسه اخلاق زهر مارتم، الکی فکر میکردم قهرمانتم، واقعا ریدم. واقعا یه جا ببر، دیدم کنار نیستم من، صد راحتم. یعنی از خود خواننده، یعنی علی یاسینی دیگه، از خود خواننده بیشتر فالش خوند. خواننده ها رو دیدی میرن کنسرت میزنن فالش میخونن میرینن میره، یعنی ببین دبل فالشه. یعنی اصلا من بخوام نمره بدم به این 1 میدم. یعنی واقعا ریده. یعنی علی یاسینی اینو ببینه، امیدوارم که نبینه، اگه میبینه یه لایکی بزن. زیر نخلا رفتیدیم تو جزیرم ما دیگه فردا، این خوبه. میسی منو تنها بذاری پیش سنگا، میبینم اون بر دریا، رفتی چرا اون بر دریا. واقعا اگه بخوام به این کسا 0 میدم، ولی بد نبود. بذار پشت سنم بد نبود، باز آره یا نه با کله تکون داد. ریدم. میگن نه، یه دیسلایک داد. نه خودم حالا 0 نه دیگه، این هم زحمت کشیدیم. 0 نه چند بدم؟ 2 بدم. میگن 2 آقا 2. مهران دیدن معذرت میخوام. این خوبه. من میگم این خوبه.
اگه یه جا به بعد احساس میکنم ای آیه هیچی، خودم ریدم، واقعا بد خوندم. یعنی ببین خب تجهیزات نبود دیگه، من با گوشی اینا رو خوندم. الان صدام کم و زیاده به خاطر گوشیه. 30 تا اپلیکیشن من دانلود کردم، ولی چند بدم؟ 2 تاشم از اون ور میپرسی. 5 بدم؟ میگم 5، ولی 5 زیادشه. من خودم بودم 3.5 میدادم. 5 بریم بعدی. خراب کردی همه چیز خودت. این خوبه اینو خوشم آمد. ولی من میدونی هنوز فکر کنم به شب و روز. تو خراب کردی همه چیز و ولی هنوزم تو عشق منی. یه امیدم بریش. میدونی چرا؟ چون از خود خوانندش بهتر خوندم. قبول داری؟ واقعا خود خوانندش بهتر خونده. چند بدم اینو؟ چند؟ 8؟ نه 8 نه 7. آقا 7. اینو 7. ولی من بدم چند میدادم به نظرت؟ به نظر چند میدادم؟ 4؟ نه 5 میدادم. 5 میدادم. بریم بعدی. گل منو اذیت نکنید، چشاشو تر نکنید، بعد من بگی کسی سمتش نیاد، ریششو خشک نکنید، شرمندم. یعنی نفسمو قطع نکنید، بارونو خبر نکنید، بعد من وقتی دلش تنگ میشه زیاد منو صدا بزنید. خب آقای شما اینو بگی، اینم بگی. این آخری رو چند میدی تو؟ از خودش باز بهتر خوندم. اینو ملاک کن، خودشو که دیدی فیلمشو. آره چند بدم؟ 6؟ نه حرف من، نه حرف تو. 5 خوبه. خدایی من زحمت کشیدم برای این، ولی خب من واقعا موندم. من اصلا زیاد ویدیو بلند نمیسازم، همه شورت ویدیو میسازم. خب همین ویدیو بلندم که ساختم حاصل چندین روز بوده. هی امروز عقب جلو شده، هوا بارونیه. نگاه کن بارون داره میاد، سرد هوا. حالا ربطش به من نمیدونم. میاد شلوارکم بیار. آره خلاصه میگم هوا بارونی بود بالاخره. سر کار همش سر کاره. ببین انگاری دست گرفته. بیا نگاه کن. این شلوارک من خوب اینها شلوارک نپوشیدمش، یعنی از راه رسیدم ویدیو گرفتم. بگیرش. منو دردی که تو سینه است ببین، حالم پریشونه. چیکار کردی تو با قلبم؟ بیا برگرد تو دیوونه.